بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 23 درس الکترومغناطیس. خب در ادامه بخش 3.11 میرسیم به 3.11.1 یا انرژی الکتریکی ساکن بر حسب میدان ها. خب ببینید، ما یه حجمی رو در نظر گرفتیم. فرض کردیم که اینجا یه چگالی رو داریم و گفتیم که انرژی الکتروستاتیکی این سیستم WE میشه 1/2 انتگرال در واقع رو وی که میشه پتانسیل، رو میشه چگالی بارهای واقعی، این میشه پتانسیل و ضرب داره دی وی که میشه حجم. این میشه چی؟ میشه حجم. حالا میخوایم این رو که در واقع انرژی الکتریکی ساکن بر حسب چگالی بار پتانسیل هستش، بر حسب میدانهای الکتریکی بنویسیم. ببینید ما تو جلسه های قبل دیدیم که دایورژانس دی که بردار جابجایی الکتریکی بود میشد مساوی چگالی بارهای واقعی. چگالی بارهای واقعی. پس میتونم در رابطه بالا اینو بذارم، یعنی میشه WE. اینجا یه اثبات فرموله، ولی اینو اگه خوب یاد بگیرید برای حل مسئله ها خیلی خیلی مفیده و همیشه هم از این بخش سوال برای کنکور ارشد میاد. پس به جای رو چی می‌نویسم؟ می‌نویسم دایورژانس دی پرانتز بسته در وی، اینم دی حجم. خب ببینید این عبارت رو در نظر بگیرید. من میام اینجا یه کمیت، یه عبارت ریاضی می‌نویسم. ببینید دایورژانس پرانتز وی ضرب در دی. ببینید وی پتانسیل الکتریکیه، دی بردار جابجایی الکتریکی. این چی میشه؟ یک بار این میاد از این مشتق میگیره، یک بار میاد این از این مشتق میگیره. خب این یه عملگره دیگه. پس یه بار من دارم گرادیان وی دات دی، یه بارم دارم این وی میاد بیرون و دایورژانس مستقیم میاد روی دی عمل میکنه. اینو دارم. حالا ببینید این جمله در واقع انتگرال ده، اون چیزی که ازش انتگرال میگیریم به این میگیم انتگرال ده دیگه. انتگرال ده این عبارت اینه، درسته؟ خب پس با این حساب من میتونم بیام از این رابطه بگم که آقا وی دایورژانس دی رو میتونم اینجوری بنویسم. این منهای این میشه دایورژانس پرانتز وی در دی منهای خب گرادیان وی دات دی، اینجوری بنویسم. پس میایم این کار رو انجام میدیم. حالا و اینکه از قبل ما میدونیم که میدان الکتریکی میشه مساوی منهای گرادیان چی؟ وی. پس این عبارت رو من در واقع اینجوری میتونم بنویسم دایورژانس وی در دی به علاوه این منفیه رو از این جذبش کنم میشه ای دات دی. ببینید پس به جای این عبارت این من این دوتا جمله رو میذارم داخل این. پس انرژی الکتروستاتیکی سیستم من میشه مساوی 1/2 انتگرال، خب دو تا انتگرال میشه یکی اولی دی وی به علاوه اینم دومی. این میشه. خب من فعلا تا اینجا رسیدم. حالا ببینید اگه من این توزیع بارم فرض کنم که این خیلی بزرگ بشه، خب مثلا یه شعاع آر داشته باشه و این آرش به بی نهایت بره، حجم توزیع بار من کل فضا پخش شده باشه، اون وقت میگم این جمله صفره. چرا؟ ببینید این جمله رو در نظر بگیرید. با استفاده از قضیه دایورژانس من اینو میتونم اینجوری بنویسم به جای از انتگرال گیری روی حجم وی پریم روی اس پریم انتگرال بگیریم که بشه وی دی دات
n hat پریم دی اس پریم این میشه. حالا ببینید اینجا وقتی که r به سمت بی نهایت میل کنه، خب ما چه اتفاقی میفته؟ اینو رو قبلش بذار بگم. اگه ما مثلا r رو داشته باشیم v متناسب با چیه؟ 1 بر r. پتانسیل متناسب با 1 بر r دیگه. بردار جابجایی متناسب با 1 بر چیه؟ 1 بر r2. از طرفی مساحت دی اسپریم متناسب با چیه؟ خود r2. پس اگه اینا رو با هم دیگه در نظر بگیریم v ضرب در دی اسپریم میشه متناسب با 1 بر r در 1 بر r2 در r2 که مجموعاً چی میشه؟ میشه 1 بر r دیگه. پس وقتی که r به سمت بی نهایت میل بکنه اینا چقدر میشه؟ میشه 0. پس این جمله میتونیم اینو 0 بگیریم وقتی فضای ما بزرگ میشه و فقط این جمله میمونه. پس اینا همش اثبات بود دیگه. فقط میخواستم بگم که نهایتاً این که انرژی الکتروستاتیکی ما میشه مساوی 1/2 انتگرال ای دات دی دی تی دی وی پریم. یا اینکه میتونم اینجوری بنویسم انتگرال 1/2 ای دات دی روی وی پریم. حالا دقت کنید این اول یه دور این یه کادری من بکشم. پس انرژی ما اینجوری شد. حالا دیگه خیلی ساده شد. خب ببینید اینجا این انرژی کل سیستم ماست. این یه چیزیه که ضرب در حد شده انرژی. پس این میشه چگالی انرژی دیگه. پس چگالی انرژی ما، چگالی انرژی الکتریکی ساکن میشه 1/2 ای دات ای. خب اگه من دی رو مساوی ای اپسیلون در ای بذارم میشه 1/2 اپسیلون در ای 2. یا اینکه برعکسش به جای ای قرار بدیم دی بر اپسیلون میشه دی 1/2 دی 2 بر اپسیلون. اینا هم میشه چگالی انرژی. اینا میشه خود انرژی. حالا از اینا میتونیم استفاده کنیم و مسئله حل کنیم. و این نکته هم باید بگم که اینجا چون ما انرژی داریم واحد ما ژوله و اینجا چون چگالی انرژی میشه ژول بر متر چی مکعب. پس اینا رو یاد گرفتیم. خب حالا میریم سراغ حل مثال. ببینید مثال 3.24 چی میگه؟ میگه در شکل زیر ما در واقع دو تا صفحه موازی هم رو داریم که یه خازن رو تشکیل میدن و مساحت اونا چیه؟ S. فاصله بین دو تا صفحه هم دیه و اینا رو وصلش کردیم به یه ولتاژ V. خب میخوایم که در واقع انرژی ذخیره شده توی این سیستم رو به دست بیاریم. ببینید از اینجا توی این مسئله راحت میتونیم به دست بیاریم که Q میشه مساوی C در V. پس ما Q رو داریم عملا. خب اگه اینجا ما یه سطح گاوسی در نظر بگیرم، در واقع یه جوری در نظر بگیریم که کل مساحت S داخلش باشه، اون وقت قانون گاوس برای دی الکتریک ها، چون ماده دی الکتریک هم بین این صفحات رو پر کرده، این میشه مساوی Q E N. خب سطح رو یه جوری میگیریم، این مساحت سطح گاوسی رو یه جوری میگیریم که این صفحه بالایی داخلش باشه و بار Q داخلش میفته. پس میشه مثبت Q داخلش. و سمت چپ هم دیگه اینو یاد گرفتیم که بیرون میدان صفر، پایین میدان وجود داره و اینجا عمودن بر هم. پس فقط قاعده پایین میدان داره و این میشه DS. S هم میشه سطح قاعده یک جانبی و این هم میشه Q. پس D میشه مساوی Q بر S و از طرف این هم میدونیم که D میشه مساوی E اپسیلون در E. پس میدان الکتریکی میشه مساوی Q بر اپسیلون S. اینو به دست آوردیم. خب حالا ببینید ما ای رو داریم، دی رو هم داریم. پس چگالی انرژی ما در واقع میشه 1/2 ای دات
ای که میشه 1/2 اپسیلون ای دو. اینو هم داریم و میخوایم که انرژی داخل این خازن رو به دست بیاریم. پس میشه 1/2 انتگرال، یا اینجوری بنویسیم، انتگرال 1/2 ای دات دی در المان حذف. خب میشه مساوی 1/2 اپسیلون در ای دو در دی وی. حالا دقت کنید ببینید میدان الکتریکی رو اینجا به دست آوردیم، مقدارش ثابته دیگه، پس اینا همه ثابتن میرن بیرون. وقتی که روی حجمم انتگرال بگیریم در واقع میشه حجم خازن دیگه، میشه مساحت قاعده ضرب در ارتفاعش. پس W ای ما میشه 1/2 اپسیلون ای دو در اس در دی. خب کافیه به جای میدان الکتریکی مقادیرش رو قرار بدم دیگه. خب پس میشه 1/2 اپسیلون کیو دو تقسیم بر اپسیلون دو اس دو، اینجا هم یه اس دارم یه دی دارم، پس اینا رو اضافاتش رو با هم دیگه میزنیم. خب مثلا این با این میره، این اس یکیش با این میره، نهایتا میشه 1/2 کیو دو. این دی رو هم میبریم مخرج، ببین میشه اپسیلون اس بر دی که میشه مساوی 1/2 کیو دو بر سی. چرا؟ چون که سی بود اپسیلون اس بر دی. اینو داشتیم. پس انرژی الکتروستاتیکی ما چی شد؟ شد کیو دو بر دو سی. حالا اگه به جای کیو بذاریم مساوی سی در وی، اون وقت چه رابطه‌ای به دست میاریم؟ میشه 1/2 سی وی دو، یا اینکه 1/2 کیو وی هم میشه به دست بیاریم. پس اینا رابطه هایی بود که توی سالهای قبل هم بلد بودیم ولی دلیلشون بلد نبودیم که از کجا میان. اینم به دست آوردیم. خب در مثال 3.25 گفته که برای اینکه ظرفیت یک خازن به طول L رو به دست بیاریم، همون خازن مثال قبل رو، مثال صفحات قبل، گفته یه خازن داریم، صفحه پوسته داخلی شعاع A، پوسته بیرونی شعاع B و داخل بین این صفحات از یه ماده دیالکتریک با گذردهی اپسیلون پر شده. گفته از رابطه انرژی استفاده کنید و ظرفیت این خازن رو به دست بیارید. پس ببینید ما رابطه انرژی ما اینجوریه دیگه، میشه 1/2 اپسیلون ای دو در دی وی پریم. میخوایم از این استفاده کنیم و ظرفیت اون خازن استوانه ای رو به دست بیاریم. خازن استوانه ای رو توی شکل میبینیم و ما توی همون مسئله در واقع مثالی که مربوط به این هست، مثال 18، ما اینو حل کردیم که میدان الکتریکی داخل این محیط در واقع میشه Q بر 2P اپسیلون RL. پس با این حساب D که میشه اپسیلون در میدان الکتریکی رو اینو داریم که میشه Q بر 2P RL. خب اینو داریم. پس با این ما میایم راحت انرژی رو چیکار میکنیم؟ به دست میاریم که میشه، چون جهت های اینو هم با هم دیگه یکی هن، در واقع ما اینجا داریم 1/2 اپسیلون در ای دو. ای چیه؟ اینه، میشه Q 2P اپسیلون RL به توان 2 در دی وی، المان حجم یک پوسته کروی در واقع میشه 2P RL دی آر. حالا شعاعمون از کجا تا کجاست؟ از A تا B هستش. اگه اینو بیایم حلش کنیم، خب اول اینکه ما داریم 1/2 اپسیلون رو دارم، بعد Q، این ثابت ها رو بیارم بیرون، 2P اپسیلون L این به توان 2، یه 2P هم در L دارم، 2P L اینجا دارم. خب یه 1/R2 اینجا داریم، یه R اینجا دارم و یه DR. حالا R از A
تا B. نهایتا اگه من اینا رو مرتبش کنم چیزی که به دست میارم، ببینید این 2 پی ال با این میره، این اپسیلون هم با این میره، نهایتا میشه 1/2 Q2 2P اپسیلون L. این انتگرال هم جوابش نهایتا میشه چی؟ میشه ln B بر A1. خب اینو ما باید هم ارز چی قرار بدیم؟ 1/2 Q2 بر C چی؟ معادل. پس این باید مساوی این باشه، چون ما در مسئله قبلی اینو به دست آوردیم که انرژی الکتروستاتیکی یه خازن میتونه Q2 بر 2C باشه. پس اینو اینجا نوشتم. حالا مشترکات رو با هم میزنیم، یعنی مثلا این Q2 رو با این Q2 میزنم، 1/2 میزنم و بقیهش میشه مساوی 1 بر C اکوال. پس 1 بر C اکوال میشه مساوی ln B بر A بر 2P اپسیلون L که نتیجتا C اکوال میشه عکس این داستان دیگه، میشه 2P اپسیلون L بر ln B آر و این مسئله حل میشه. پس ما ظرفیت رو هم میتونیم از راه مستقیمش که تو جلسه قبل گفتیم به دست بیاریم، هم از این روش انرژی. خب در این بخش میرسیم به نیروهای الکتریکی ساکن. میخوایم توی سیستم هایی که در واقع الکتریسیته ساکن هستن نیروهای وارد بر رسانه ها رو یا بر اجسام رو در واقع به دست بیاریم. خب ما میتونیم از قانون کولون استفاده کنیم، مستقیم نیرو رو به دست بیاریم. اما وقتی که مسئله های ما پیچیده میشه دیگه استفاده از قانون کولون همچین ساده نیست، خیلی سخت میشه و باید به فکر روش های جدید هم باشیم. در نتیجه میایم از روش جابجایی مجازی خب استفاده میکنیم. به چه معنی؟ مثلا فرض کن نیروی بین دو تا خازن رو میخوایم به دست بیاریم، دو تا صفحه خازن. فرض میکنیم که این صفحات خازن میتونن به هم نسبت به همدیگه دور و نزدیک بشن. انرژی رو به دست میاریم، تغییرات انرژی رو نسبت به جابجایی به دست میاریم، میشه نیرو. پس این میشه داستان کارمون. خب حالا برای این کار دو تا شرط مختلف داریم. یکی این که در حالتی با بارهای الکتریکی ثابت یا سیستم ایزوله، خب دو در حالتی با پتانسیل الکتریکی ثابت یا متصل به منبع پتانسیل. خب پس ما این دوتا حالت رو داریم. حالا دوتاش رو هم اگه حل کنیم، مسئله رو از دو روش هم حل کنیم، باید به یه نتیجه برسیم. خب پس ما از هر دو روش باید به یک نتیجه برسیم. حالا این قسمت یک رو من توضیح بدم. خب در حالتی که فرض میکنیم که بارهای ثابت داریم، ببینید ما فرض میکنیم مثلا رسانه 1، رسانه 2 و الی آخر. خب اینا بارهای ثابت دارن، یعنی Q1 مساوی ثابت، Q2 هم هر چقدر هستش مقدارش ثابته. پس ما ایزوله هستیم. خب اگه ایزوله باشیم یعنی اینکه دنیای بیرون نه به ما انرژی میده نه انرژی میگیره. خب حالا وقتی که این ذره یک ما مثلا به اندازه DL جابجا میشه، پس ما میبینیم که یه نیروی بهش وارد شده FQ. وقتی می‌نویسم FQ یعنی FQ ثابت، بار ثابت، ضرب داره DL. پس این رسانه‌ی ما یه مقدار تغییر مکان داده. پس اگه تغییر مکان داده باشه، نیرو بهش وارد شده و جابجایی اتفاق افتاده، از فیزیک یک میدونیم که این میشه DW یا المان یه مقدار کار انجام شده. خب اگه کار انجام شده باشه یعنی اینکه فاصله این
بارها خب Q1 Q2 Q3 از همدیگه چی شده؟ تغییر کرده. وقتی بار مکاناشون تغییر میکنه پس یعنی اینکه توزیع پتانسیل ما چی میشه؟ به هم میریزه. پس ما یه دی دبلیو الکتریکی داریم، یعنی انرژی الکتروستاتیکی سیستم ما ممکنه چی بشه؟ تغییر کرده باشه. پس اینو داریم. حالا ببینید کل سیستم ما ایزوله است، یعنی یه انرژی ناشی از اون نیروی وارد بر رسانه های ماست به علاوه یه انرژی ناشی از انرژی توزیع بار ماست که اینا میشن برابر صفر. چون این ایزوله است، نه انرژی وارد این سیستم میشه نه خارج میشه. پس اینو دارم. حالا در نتیجه دی دبلیو ای من میشه مساوی منهای دی دبلیو که به دی دبلیو هم چی بود؟ این بود. میشه پس میشه منهای اف کیو در دی ال. اینم معنیش اینه که شما میتونی بنویسی اف کیو مساوی منفی گرادین، یعنی مشتق جهتی انرژی الکتروستاتیک سیستمت. پس این میشه یه عبارت برای ما. این خیلی خیلی مهمه. حالا حل کردن مسئله رو از این میریم یاد میگیریم، عجله فعلا نداشته باشید. خب میریم قسمت روش دوم، حالتی که ما سیستممون رو وصل کردیم به منبع خارجی. پس اینجا ببینید اینجا میشه رسانه یک من، اینجا میشه رسانه دو من و الی آخر، و اینجا میشه منبع خارجی. ببین وقتی که من اینو به این وصل کرده باشم یا اینو به این وصل کرده باشم، یعنی اینکه این پتانسیل وی من، وی که من مثلا ثابته هر چقدر هست و وی دو چیه؟ ثابته. اما بارهاشون دیگه میتونه تغییر بکنه. خب بارها متغیر هستن. پس در نتیجه وقتی که نیروی F به یکی از اینا وارد میشه، بازم همون دی دبلیو مساوی F دات دی ال رو دارم. این دفعه چون منبع ثابته من پتانسیل رو یا انرژی رو میگیرم ثابت. پس اینو داریم. اما دقت کنید ما وقتی که بارهای اینو کم و زیاد میشه، پس ما یه تغییرات انرژی الکتروستاتیکی داریم. درسته؟ تغییرات انرژی الکتروستاتیکی. و از طرفی ما یه منبع هم داریم که اونم DWSM می نویسم اینجا که اینم به ما انرژی میده. خب پس ببینید DW داخلی به علاوه این نیرویی که کار انجام شده توسط اون نیرویی که در واقع به سیستم ما وارد میشه مساوی با کل اون انرژی که از منبع حالا میگیریم یا تحویلش میدیم. پس این رابطه رو داریم. از طرفی ما اینو داشتیم که میشد 1/2 جمع روی خب وی های ما وی کا در مثلا بارهای الکتریکی. اینو هم داشتیم. ولی اینجا به ما میگه که ما پتانسیلامون ثابته، این انرژی که منبع به ما میده پتانسیل های هر رسانه ثابته و مقدار دی کیو اگه هر کدوم کم یا زیاد داشته باشن بهش میدیم. پس دقت کرده باشید به زبان خیلی ساده و ریاضیوار دی دبلیو ای میشه 1/2 دی انرژی که منبع به ما میده در واقع. پس اینجا من میتونم به جای دی دبلیو اس بنویسم 2 تا دی الکتریکی. از اینجا به راحتی میتونم به دست بیارم که دی دبلیو اینو با این میزنم یکیشو، دی دبلیو میشه مساوی دی دبلیو ای. پس در نتیجه دی دبلیو ای میشه مساوی به جای دی دبلیو قرار میدم میشه اف وی دات دی ال. و از اینجا هم میتونم این معنیش اینه که شما میتونید اف وی رو به صورت مثبت گرادیان انرژی الکتروستاتیک به دست بیارید. ببینید اینجا میشه. پس چی شد؟ اگر منبع ما، اگر رسانه های ما وصل به منبع ولتاژ ثابت باشن، عبارتمون اینجوری نیرو اینجوری به دست میاد مثبت گرادیان دبلیو ای. اگه
منبع ما ایزوله باشه، یعنی بارها ثابت باشن، F ما مساوی منفی گرادیان WE میشه. حالا یه مقدار شاید ظاهر ریاضی اینا سخت باشه، اما حل مسئله که انجام بدیم میبینید که چقدر منطقی میریم جلو. خب حالا فرض کنیم یه سیستمایی داریم، سیستمایی که در واقع امکان چرخش داشته باشن. شما یادتون هستش که مثلا اگه ما یک گشتاور رو به یه سیستم وارد میکردیم، اگه یک گشتاور خب به یه سیستم وارد میشه، پس سیستم هایی که میتوانند بچرخند. خب یک گشتاور داشتیم و این باعث ایجاد یک زاویه چرخشی به اندازه دی تتا میشد. پس تاو دی تتا میشد چی؟ میشد میزان کاری که ما انجام دادیم. پس اگر که من یه سیستم در حال چرخش داشته باشم، اون وقت میتونم به جای اینکه نیرو به سیستمم وارد بشه، گشتاور وارد میشه. خب و گشتاوری که مثلا در بار ثابت وارد میشه مساوی منهای مشتق روند به روند نسبت به زاویه، مثلا حالا فی یا فی بنویسیم بهتره، اینجا دیه فی، چون کتاب فی نوشته منم فی می نویسم، دیه فی در نسبت به چی؟ دبلیو ای. این برای وقتیه که بار ثابته یا منبع ما در واقع ایزوله است، رسانه های ما ایزوله است. اما وقتی که ما در واقع وی ثابت رو داشته باشیم، اینجا میتونیم بنویسیم مثبت روند به روند فی دبلیو ای. پس این دوتا رابطه رو هم من دارم مشابه با رابطه های بالا، چون هر رفتاری که برای نیروهای خطی داشته باشم، برای این گشتاور هم میتونم اونا رو استفاده کنم. خب مثال 3.26 به ما گفته که نیروی وارد بر صفحات رسانای یک خازن رو، خب یه خازن با صفحات موازی رو به دست بیاری. گفته فرض کنید که مساحت هر کدوم از صفحه های خازن S باشه و فاصله جدایی خازن چقدر باشه؟ X باشه. ببینید ما دو تا حالت داریم. این خازن ماست، مساحت های اینا S، فاصله شون در واقع چیه؟ X. ما فرض میکنیم X متغیر باشه، یعنی بتونه یعنی کم و زیاد بشه. خب ببینید ما اینجا دو تا حالت داریم. روش یک، خب فرض کنیم خازن ایزوله داشته باشیم. خب خازن ایزوله یعنی چی؟ یعنی اینکه من اینو یه لحظه وصل کنم به منبع باتری، بعد دیگه قطعش کنم. پس اینجا میشه بار کیو مثبت، اینجا میشه بار کیو چی؟ منفی، و دیگه به منبع پتانسیل وصل نیست. پس انرژی الکتروستاتیک ما خب در واقع چون کیو ثابته، من اینو می‌نویسم 1/2 ببخشید چون کیو ثابته میتونیم بنویسیم Q2 بر 2C. این رابطه رو دارم. و اینکه C ظرفیت این خازن چی میشه؟ مثلا میشه اپسیلون S بر X. و نتیجتا اینکه من WE رو میتونم به جای C قرار بدم، چی میشه؟ میشه Q2 بر 2 تا اپسیلون S بر X. این رابطه هم چی میشه؟ میشه Q2 X بر 2 تا اپسیلون S. این میشه. خب چون که من خازن رو ایزوله در نظر گرفتم، نیروی وارد بر سیستم من به ازای Q ثابت میشه منهای گرادیان WE. چون WE فقط تابعی از X، پس می نویسم منهای روند روند X W چی E. و اینو اگه مشتق شما بگیرین در واقع میشه منهای مشتق این عبارت نسبت به X که میشه Q2 بر 2 تا اپسیلون S. خب ببینید اگه مثلا این خازن به این سمت بخواد افزایش پیدا بکنه، نیرو خلاف جهتشه، نیرو منفیه. ببینید نیرو منفیه و این میشه نیروی F چی؟ FQ. پس من اینو به دست آوردم و این میشه مقدار، مثلا اگه جهت بالا رو بگیریم جهت AX، خلاف جهت X نیرو وارد میشه، پس میشه نیروی چی؟
جاذبه. وقتی که خازن‌ها میخوان از هم دیگه دور بشن، این نیرو اجازه نمیده و اینا رو نگه میداره. حالا حالت دوم، شرط دوم، فرض کنیم که خازن متصل به منبع ولتاژ باشه. پس من خازنی رو که دارم وصلش میکنم به چی؟ به منبع ولتاژ. بازم فاصلمون x و مساحت قاعدمون چقدر s. پس باز اینجا هم c ما در واقع هستش اپسیلون s بر x. خب اما دیگه w، چون اینجا ولتاژ من ثابته، خب اینجا رابطه من اینجوری می نوشتم 1/2 CV2. خب به جای c من قرار میدم میشه اپسیلون s V2 بر 2x. خب چون اینجا به ولتاژ ثابت وصلم، نیرویی که استفاده میکنم و میخوام به دست بیارم از FV استفاده میکنم که میشه منهای گرادیان WE. همونطور که گفتیم WE تابعی فقط از x، پس میشه منهای، خب مثلا آهت x رو در نظر میگیرم، ببخشید مثبت، علامت مثبت، چون این FV باید مثبت باشه، مثبت روند به روند x W چی؟ WX. پس مثبت آهت x رو من دارم. وقتی که میخوایم از این مشتق بگیریم، ببینید اپسیلون s v2 و 2 میان بیرون و روند به روند x یک x رو میخوام بگیرم. پس اینجا f این چی میشه؟ مشتق یک x میشه منفی 1 بر x2. پس میشه منفی آهت x رو هم دارم، میشه اپسیلون s v2 بر 2x2. اینو ما داریم و اگه اینو دقت کنید ما میتونیم اینو چطوری بنویسیم منهای v2، این دو هم در نظرش بگیرم، یه x، این اپسیلون s بر x رو هم اینجا جدا کنیم. پس این میشه منهای 1/2 c v2 بر x که اگه به جای v qc قرار بدم، اون وقت دقیقا این نیروه مقدارش همین مقدار بالایی چی میشه؟ به دست میاد و هر دوشون هم میبینید منفی هن دیگه، هر دو یه جهته. یعنی ما از هر روشی به دست حل کنیم باید اندازه و جهت نیرو باید یکسان به دست بیاریم از هر روشی که حل کنیم، چون قوانین نیوتن دیگه، شما از هر روشی حل کنید باید بالاخره به یک جواب یکسان برسید. خب حالا میخوایم مثال در واقع مسئله فصل 3 رو، آخرین مسئله فصل 3 رو حل کنیم. گفته که این خازن رو در نظر بگیرید. گفته یه خازن داریم که صفحه هر کدوم از این خازن ها عرض W و طول L رو داشته باشه و فاصله بین دو تا صفحه هم D باشه. پس ببینید این فاصله D، اینجا L، در اون هم که عرضش باشه میشه W. گفته که گفته فرض کنیم اینو وصلش میکنیم به یه منبع پتانسیل V0. حالا گفته اگه یک دیالکتریک رو، یه قطعه دیالکتریک رو به اندازه X وارد این خازن کنیم، نیروی وارد بر این دیالکتریک رو به دست بیارید در دو تا حالت چی؟ یه بار کلیدها، خب این کلید بسته باشه، یه بار هم کلید باز باشه. خب حالت A رو در نظر بگیرید، کلید باز، خب ببخشید کلید بسته. کلید بسته به چه معنی؟ یعنی اینکه ولتاژ وصل دیگه، ولتاژ میشه چی؟ میشه ثابت. پس ما از کدوم رابطه باید استفاده کنیم؟ FV مساوی مثبت روند به روند، مثلا فرض کن متغیرمون که X نسبت به WE. پس اینو ما داریم.
حالا باید بیایم انرژی WE رو تشکیل بدیم. ببینید این خازن رو در نظر بگیرید. اینجا این قسمت که اصلا وجود نداره چون داخل رسانه است. اینجا و اینجا این میشه C1، این میشه C2. دقت کنید این خازن ما اینجوریه. ببینید این میشه C1، این میشه چی؟ C2. خب من اگه بخوام خازن معادل اینها رو به دست بیارم، چون دوتا خازن موازی هستن، میشه C اکوال مساوی C1 به علاوه چی؟ C2. حالا C1 و C2 دقت کنید ببینید چطوری نوشته میشه. با استفاده از اطلاعاتتون تو دبیرستان هم میتونید بنویسید. میشه اپسیلون برای این قسمت چپی، اپسیلون ضرب داره مساحتش میشه x ضرب داره w، چون ارزش در این راستا عمود بر این صفحه میشه w تقسیم بر d به علاوه ظرفیت این قسمت که میشه اپسیلون صفر. خب طولش چقدر؟ المن های x، ارزش چقدر؟ w بر d. پس این میشه در واقع ظرفیت این خازن ما. و WE ببینید چون V ثابته تو قسمت A میشه 1/2 C اکوال در V به توان 2. پس میشه 1/2 پرانتز اپسیلون X W بر D به علاوه اپسیلون صفر المن های X W بر D در V2. خب حالا ببینید FV میشه مثبت روند به روند X WE. پس از این اگه مشتق بگیریم نسبت به X، خب چی به دست میاد؟ میشه 1/2 مشتق این که میشه اپسیلون ضرب در W بر D، مشتق این میشه منفی این منفی میشه منفی اپسیلون صفر W بر D. این جمله هم که L ثابت صفر میشه دیگه در V2. پس ببینید این نیروی ما شد و اگه من خلاصش کنم میشه 1/2 یا اینجوری بنویسیم میشه اپسیلون منهای اپسیلون صفر در WV به توان 2 بر 2D که این نیرو چیه؟ مثبته. پس وقتی به اندازه X مثلا آوردیمش تو در راستای X در این راستا اگه بیاریمش داخل، نیرو بهش میکشه داخل خازن، اینو میکشه داخل. خب حالا حالت B اگر که چی باشه؟ کلید باز باشه، یعنی یه لحظه ما اینو وصلش کردیم، این خازن های صفحات خازن باردار شدن و حالا بازش کردیم. خب پس میشه Q ثابت در حالتی که کلید باز باشد. خب باز اینجا ما FV که داریم، FQ که داریم این دفعه میشه منهای روند به روند X چی؟ WE. از اون رابطه منفی استفاده میکنم. WE ما چیه؟ چون Q ثابته این دفعه از این رابطه باید استفاده کنم. Q2 بر 2 تا C. خب C چی؟ C اکوال و در واقع دارم Q2 بر 2 تا C اکوال. خب C ما چی بود؟ C ما این بود، یعنی میتونم بنویسم 2 در اپسیلون XW بر D به علاوه اپسیلون صفر المن های XW بر D، اینم پرانتز چی؟ بسته. حالا FQ میشه مساوی مشتق این عبارت رو بگیرم نسبت به X که میشه W. خب اینو اگه مشتقش رو انجام بدیم، خب در واقع این X تو مخرج دیگه ما چی داریم؟ میشه منهای Q2 بر 2 تا 2 رو داشته باشیم مشتق این، خب که میشه اپسیلون W بر 2 منهای اپسیلون صفر W بر بر D میشه این تقسیم بر این عبارت به توان 2.
خب اینو هم داریم. پس حالا اگه به جای این ظرفیت کل و کیو ببینید مثلا کیو بود سی اکوال و این عبارت ما اف کیو میشه مساویه کیو دو بر دو در اپسیلون منهای اپسیلون صفر در دبلیو بر دی. این مخرج رو هم می نویسم سی اکوال. اون وقت به راحتی این چی میشه؟ میشه منهای یک دومه خب سی وی دو ضرب در اپسیلون منهای اپسیلون صفر این میشه و همین رابطه بالا چی میشه؟ به دست میاد در واقع. این سیه رو دیگه نداریم، این به دست میاد، این رابطه به دست میاد که میشن مثل هم علامتشون مثل همه هم اندازه هاشون. پس این هم میشه انتهای جلسه امروز ما، جلسه 23.